درود میگویم با شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونه تاجیکستان است و ما قرار داریم امروز در حصار شادمان در خانه اپای عزیزمان گلبرگ. بار دیگه سلام علیکم. و علیکم، خوش آمدید. سلامت باشم. اپای عزیزم، امروز کدام خوراک رو آماده میکنید؟ زیرا بینندگان عزیز شبکه سفینه خاصتا دوستداران برنامه خونه تاجیکستان انتظارند که امروز اپای گلبرگ کدام خوراک رو آماده میکنند. من امروز در خانواده خودم خوراکای گالوپسی رو بله، یعنی گالوپسی و استیلو میگویند. بله. خب دوستان عزیز، اپای عزیز ما امروز شوربای با قلمفور بلغاری آماده میکنند. به استیلو همون میگوییم گالوپسی. همون خوراکی که بسیار بالذات است و چی میگویند دیگرگونی ها وارد کردن کدبانی های تاجیک که این خوراک با ما خاص شود، یعنی قریب که خوراک ملی تاجیکی گوییم خطا نمیکنیم واقعا هم. و برای این خوراک کدام محصولات لازم است؟ من میبینم که پیاز، قلمفور بلغاری، گوشت قیمه شده، برنج، پمیدور، کارتوشکا، کبودی ها، روغن برای نمک. خیلی خوب. خیلی خوب. دوستان عزیز، من باوری کامل دارم که امروز یک خوراک بسیار بالذات آماده میکنند اپای عزیز ما اپای گلبرگ و به شبهه بعد از انمون چشیدن این خوراک من با شما میگویم که چگونه لذت دارد و خوراکی که گفتیم که شوربا با قلمفور بلغاری یا خود به اصطلاح گالوپسی امروز با طور مخصوص آماده میکند اپای گلبرگ. چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم اکنون دیگر وقت رو زیاد نمیگیریم. دوستان عزیز، اول چیکار میکنیم؟ اول خب علاوه سر میتیم. خب سر میتیم، روغن میاندازیم، در میگیرونیم، شوربا چشم میکنیم اینجا. خیلی خوب. دوستان عزیز، تو اونم که اپای گلبرگ خب آتش رو در میگیروند، زیرا خب کمک تسبت دیگ و روغن رو اندازد. از همین نیاز من بار دیگر میگم شما رو که واقعا هم خوراکای ملی تاجیکی خیلی زیاد هستند و تنها خو وای خوراک باشد، خو زبان باشد، خو خب دیگر عرف و عادت باشد، حتما که از یک ملت، از یک خلقیت، از یک جای دیگر حتما گرفته می شود. این به شبهه مرحمت هست همین چیز. خوراکی که امروز آماده میکنیم گفتیم که شوربا با قلمفور بلغاری در حقیقت امروز آماده میکنند و قریب که در هر یک خاندان تاجیک آماده میکنند. بسیار بالذات است و به طور خاص هر گونه هر کدبانو هر گونه آماده میکنند. الکی شروع کردند اپای عزیز ما با ریزه کردن پیاز و خیلی خوب و تیز آماده میکنند. و شما سوال دارم اپا که واقعا هم برای همین آموختن جوانان، جوان دختران، آموزاندن آنها خب از عهده این پخت و پز برآمدن، از عهده خب دوختن برآمدن چگونه است؟ مثلا باید که کلانسولون چی سهم داشته باشن، چیکار کنند که جلب کنند بیشتر جوان دختران رو برای خب آماده شدن وقتی که خانه شوهر میروند؟ جوانان رو من میتیم که مصلحت میتیم که هر وقت در خانه پدر و مادرشون شوهر برآمدن بعد تیار شوند، مادرشون یاد دهند. درست است. خوراکای پخت و پزهای بغیر از این خوراکی که امروز آماده میکنید بیشتر در خاندان شما کدام خوراک رو آماده میکنند؟ شما آماده میکنید برای فرزندان، برای اهل اوله؟ آش بریده میکنم، شبیره میکنم، شوربا میکنم. میخواستم فهمم که مثلا میبینید که آش بریده، آش توپا، قروتوف، شکروب اینها خوراک هایی هستند که مثلا از قدیم الایام اومدن. من گفتنی هستم که باید کدبانو های امروزه چیکار کنند؟ مرحمت روغن رو میاندازند اپای عزیز، چیکار کنند که یگان خوراک نو ایجاد کنند، یعنی خوراک نو ایجاد کنند که در روی خط خوراک های ملی داخل شود. چی باید کرد؟ از چی سبب نمیشه؟ مثلا میبینیم که در هر یک دولت هر روز اونها یک خوراک ملی خودشون رو یعنی یک خوراک ایجاد کرده میبرایند و در روی خط خوراک های ملیشون داخل میکنند. ما باشیم همون آش بریده، همون قروتوب، شکروب میگوییم و دیگر همون خوراک هایی که از قدیم الایام از باباها و بیبیهای ما اومده رسیده است. باید کدبانوها زیرا مگر وظیفه‌دار نیستند که یگان خوراک‌های لذیذ آماده کنند از همون محصولات‌های بسیار هم بالذات و خب طبیعی وطن عزیزمان تاجیکستان عزیز و در روی خط خوراک‌های ملی داخل شوند. چی فکر دارید شما؟
باید کوشش کنن، باید یاد گیرن، خودشون یکی پزن. میدونید من چی فکر دارم آقای عزیز؟ من فکر دارم که بینندگان عزیز هر یک انمون کدبانو از خودش وابسته است. یعنی چگونه وقتی که شخص بیشتر به خوراک‌های ملی آماده کردنش و بیشتر از عهده پختنش برآمد، حتما که یک چیز ایجاد می شود. از همین لحاظ من فکر میکنم که حتما کدبانوی توجیک یک خوراک بسیار بلذت و خوراک‌های زیاد نو ایجاد میکنند و در روی خط خوراک‌های ملی توجیکی داخل می شوند. چیکار میکنیم اکنون؟ اکنون پیاز رو وارد میکنیم به دیگ. خیلی عالی دوستان عزیز. بار دیگر میگویم بیننده‌های عزیز، اون نفرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستند، شما برنامه خانه تاجیکستان رو تماشا دارید و ما قرار داریم در خانه اپای عزیز و مهربانمان اپای گلبرگ. امیدوارم میکنم امروز شوربا با قلمپور بلغاری گفتیم و به اصطلاح میگویند که گاوستی خوراک بسیار بلذت گفتیم که برای این خب اساسش همون محصولاتی که همه روزه در خوراک‌های یکم ما استفاده میبریم و اساسش اینجا قلمپور بلغاری وارد میکنیم. در درون قلمپور بلغاری برنج رو با همین گوشت قیمه کرده شده و بعد از اونی که اپای عزیزم آتش رو در گیروندن دیگه کمک تثبیت بعدا روغن رو بعد از تقریبا 3-4 دقیقه پیاز رو انداختم. پامیدور رو میاندازیم. پامیدور رو میاندازیم و چون فکر میکنم که باید چقدر در اینجا بیرون شود؟ پیاز کمتر بیرون میشه و پامیدور رو میاندازیم بیرون میشه. کارتوشکا میاندازیم کمتر بیرون میشه و آب میاندازیم. نمک میاندازیم. شما هم پختن رو هم پخت و پز میگویند در مردمی خودمون از کی آموختید؟ ای مادرم. از مادرتون؟ بله. من فکر میکنم در دوره‌های شما باز نسبتا دیگر گونه بود. همینطور بود. یعنی مسئولیت بیشتر است میشد. یعنی که حتما جوان دختر باید که از عهده پخت و پز برآید. همینطور بود؟ بله. باید میگرفتیم کسی چیزی کرد کجایی میرفتیم. یعنی برای خودتون شوق آور بود یعنی میجوستید. حاضر چگونه است؟ حاضر نقص همه چی یاد میگیرن دخترها. بازم یاد گیرن. بله. یعنی در برابر خوراک‌های خلقیت ملت‌های دیگر باید پیش از همه خوراک‌های ملی توجیکی رو یاد گیرن. همینطور است؟ بله. خیلی خوب. واقعا دوستان عزیز اپای گلبرگ بسیار کم گپ میزنند ولی درست و صحیح گپ میزنند. از همین لحاظ میگویند که باید که جوان دختران آموزند پخت و پز رو خوراک‌های خب دیگر ملت‌ها رو و پیش از همه باید خوراک ملی توجیکی خودمون رو از عهده آماده کردنش برآیند. یعنی از عهده آماده کردن خوراک‌های گوناگونی توجیکی. همین طور است؟ بله. خیلی خوب. دوستان عزیز الکی پیاز یک نوع یک رنگ دیگر گرفت و این معنی اون رو دارد که وقتی اون رسیده است که باید پامیدور رو اندازیم. پامیدور رو اندازیم. خب خیلی عالی. خب چون ما میدونیم که تاجیکستان عزیزی ما از همین سبزوات و کبودی های گوناگونی طبیعی بسیار بای هستند باید که استفاده برنده بیشتر کدبانوهای ما از همین سبزوات بیشتر خوراک آماده کنند خورش آماده کنند استفاده بردن این سه مول نمایند. همینطور است؟ همینطور است. لحاظی من کارتشکا ریزه میکنم مایده چور بلکده با مایده میکنم بعد یعنی باید مایده شود بسیار خورد. بسیار خورد چور کنجا باید من 4 تا یا 6 بلغ میکنیم بعد با همین خیل همینطور با میکنیم. خیلی عالی. خیل با 4 کنجا باید این خیل شود مایده باشد باید. خب چیکار میکنیم اکنون؟ کارتوشکا رو ریزه کردیم میاندازیم کارتوشکا به دیگ. خب یعنی اکنون دوستان عزیز کارتوشکا رو نیز وارد دیگ میسازیم. خب و میکوبیم. واقعا بینندگان عزیز در نظر اول میتوبد که خب اکثریت خوراک این محصولات رو وارد میکنیم
بسیار خب معمولی است در نظر ولی این طور نیست از هر یک کدبانو خب وابستگی کلان و وابستگی زیج دارد. برای چی؟ برای اون که خب میبینیم که بعضا وقت محصولات زیادی رو یک کدبانو آماده میکند. تمام محصولات دارد گوشت، تمام محصولات که خوراک رو بسیار بولذت کند ولی خوراک در خود اونقدر بولذت نیست. و برعکس بعضی کدبانوها مثلا از همون پیاز، پمیدور، کارتوش که یک شوربه عادی میکند بسیار لذت دارد، لذت بسیار بلند دارد. خب یاد دارم بی هم آماده میکردن در همون دیها به گوشت دوستان، به گوشت همون با پیاز، کارتوش که خب نسک شوربه میکردن. باور کنید لذتش تا حال از دهانم نرفته است. برای همین فکر میکنم که باید که تجربه داشت، باید که از ته دل باید جهان مهر و محبت خوراک رو آماده کرد. اکنون آب میاندازیم بعدی. آب میاندازیم دوستان عزیز، موافق طبع و ذوق گفتیم. بار دیگر میگویم اون نفرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستند خودت رسون می‌نماییم که بیننده عزیز شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا دارید و امروز خب شوربه با قلمفور بلغاری آماده میکنن. اپای عزیز و مهربانم اپای گلبرگ و اشتراک گلوستی میگویند و به طور خاص یعنی به طور خودش آماده میکنند و میبینیم که چگونه با لذت چگونه خب تبدیل میآید. الکی وارد کردن چند کاسه خب همین آب رو 4 کاسه خیلی خوب، خیلی عالی و کمتر است. من بواری با اون محصولاتش بر لایق او میاندازیم. خب بیننده‌های عزیز گفتیم که این خوراک از دو زینه عبارت است، یعنی آماده کردنش یکی بعد از تسبیدن دک محصولات رو وارد میکنیم الکی خب روغن، بعد از روغن از پیاز رو، بعد از پیاز پمیدور و بعد از پمیدور کارتوشکا رو و قسمت دوم الکی سبزی رو نیز وارد میکنیم. قسمت دوم این است که خب پیاز، گوشت قیمه کرده شده و برنج رو آمیخته میکنند اپای عزیزم، اپای گلبرگ و خب واردی انمون قلمفور بلغاری میسازند با کدام خاطر؟ با خاطر که الکی سوراخ کرده شده است و تازه کرده شده است. قلمفور بلغاری آمیخته میکنند، واردی انمین خب قلمفور بلغاری میسازند، پیاز، برنج و گوشتی قیمه کرده شده را. برو همراه باشید دوستان عزیز، بعد از چند لحظه برمیگردیم. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. بیننده عزیز اکنون خب چیکار کردن تا این دم اپای گلبرگ خب روغن رو انداختن در دگ، بعدا پیاز رو انداختن، بعد از 2-3 دقیقه پمیدور و بعدا کارتوشکا رو و بعدا خب انمون سبزی رو آب انداختن و نمکش رو انداختن. چشیدن خیلی خوب. و اکنون زینه دوم چی میکنن؟ زینه دوم این است که پیاز رو میده میکنن با خب برنج و گوشت قیمه شده آمیخته میکنند و وارد قلمفور بلغاری میسازند. من خلل نمیرسونم با اپای عزیزم و خب در یک مدت کوتاه میبینید که چگونه آماده میکنند. موفقیت به شما، رحمت، سلامت باشند دوستان عزیز. بعد از یک وقفه برمیگردیم، برو همراه باشید. اکثر آدم‌ها پیاز نمیاندازن به این، لیکن من برای بلذت شدنش پیاز میاندازم. خیلی خوب، یعنی به طور خودتون آماده میکنید ها؟ به طور خودم. خیلی خوب. با پیاز دیگرگونه گلوبسی شده. بله، یعنی که به طور خود ما گفتیم در اول که خب اپای عزیزی ما به طور خود یعنی دیگرگونه آماده میکنن. دیگرگونه شد.
گوشت قیمه کردگی رو می اندازیم. برنج رو می اندازیم. نمک می اندازیم. اینه آل درش نکن بالگر به انداختن سفر نکنیم. دوستان عزیز همکنون خب گفتیم که پوره آماده شد. انمون برنج گوشت قیمه شده و خب انمون کمک پیاز گفتند که آمیخته کردند اپای عزیزمون گلبرگ و گفتند باز که خب دیگران پیاز نمی اندازند ولی من میگویند پیاز می اندازم با خاطر که دیگرگونه می شود و بلازتر می شود. خیلی خوب آماده شده است و چیکار میکنیم اپا؟ ایرو یک تا اینا من سرخ میکنید؟ سرخ میکنم ها. خیلی خوب. به خاطر که او در دور نشه درآید و نغز پزد. خیلی خوب. ما فکر میکنیم که اینجا یک تا سرخ میکنند اپا عزیز با اون خاطر که زودتر همون درون همین قلمفروی بلغاری محصولاتش پزد. من باری کامل دارم دوستان عزیز که بسیار بلازد نیاید زیرا بینید که دیگران این نوعی در این نوع خوراک خب پیاز نمی اندازند. اپای عزیزم پیاز انداختند و یک دو سری دیگر بود که این را گفتند به هیچ کس نمیگویم زیرا به نهایت بلازت است خوراکش. از همین لحاظ اگر دیگران فهمد بعدا سیر فاش می شود. از همین لحاظ خب میگویند که باید که خب کسی نفهمد و این حقوق خود و اختیارش است. البته خود دارد که سیر را نگوید زیرا هر یک آشپز هر یک کدبانو سری مخصوصی خود را دارد که خوراکش غیر عادی اند خب با لذت میگویند. چون که امروز شوربا با قلمفروی بلغاری و یا با اصطلاح گاوتسی پای گلبرگ بسیار با لذت میآید و با تیار میشد با میفهمید. بله حتما مزه شبا آماده شدن ما میچشیم بعد بها میدیم که چگونه لذت و چگونه مزه دارد این خوراک. اون افرادی که نمک با شبکه سفینه پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو از شبکه سفینه تماشا دارید. قرار داریم در هیسور و خب در خونه اپای عزیزمون گلبرگ. خیلی خوب من کمک میکنم و لحظه‌های حساس مرحمت. چون که بارها گفته بودم در برابر با لذت بودن خوراک بیننده عزیز کدبانوی بسیار مهربان فراموش نکنید که خب نمای خوراک نیز باید بسیار لذیذ باشد. یعنی چی گویم اشتها آور باشد. همین طور است و چون که امروز میبینیم که چگونه یک نمای خیلی زیبا گرفته از خوراک با لذت که خب بسیار خوبی خوشبوی ما که بعد از چند لحظه گفتیم آماده میشد و میچشیم حتما میگوییم راستش رو که چگونه لذت دارد. خب اپای عزیز اپای گلبرگ باید چند قدر یا چند دقیقه این جوشد؟ یک 20 دقیقه جوشد 20 دقیقه تیار میشود. خب بولیش رو میچونیم یا نه؟ نه در کار نیست. خیلی خوب دوستان عزیز خب 20 دقیقه میجوشد. بعد از 20 دقیقه
خب میکشویم و میبرداریم در خب کوسه کبوتی ریحان ریزه در میکنیم. طبق. بله بعد از ریزه کردن کبودی ها و در سر دسترخوان یاپای گلبرگ با هم میچشیم و میگوییم بعد از 20 دقیقه و بعد از چند لحظه ما برمیگردیم. برو همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است. قرار داریم در خونه اپای عزیز اپای گلبرگ. بیننده عزیزی شبکه سفینه وقتی اون رسیده است که اکنون خوراک رو به کوسه میبردارند اپای گلبرگ زیرا آماده شده است و ما میچشیم و میگوییم که چگونه لذت دارد. دوستان عزیز خب لحظه‌های بسیار هم حساس من به اپای گلبرگ میدیم. خب کوسه رو و مرحمت کرده خب با کوسه میگیرند. این خوراک بسیار بالذت گفتیم که شوربا با قلمفوری بلغاری یا خود به اصطلاح галопси میگویند. بسیار بالذت. من باوری دارم که یک بویش الکای مدهوش میکند و بسیار هم چی میگویند الان این جورو یک بوی بسیار خوب دلکش فرا گرفته است. خب همکنون کشیدیم و واقعا هم دوستان عزیز در حقیقت با همون سبزوات تر و تازه خب تاجیکستانی عزیز خوراکو بسیار بالذت میگویند، بسیار طعم دل میگویند. و اکنون خب اینش هم آماده شد و خب کبودی میکنند دوستان. مرحمت اپا عزیز کبودی و اکنون چشتون با لذت. خیلی خوب خیلی خوب دوستان عزیز آماده شد. خب خوراکی ما بعد از یک خب لحظه در سر دسترخوان اپای گلبرگ میچشیم این خوراک رو. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. بیننده های عزیز بالاخره نشستیم در برای شما اپای عزیزم اپای گلبرگ برای آماده کردیم این خوراکی بسیار بالذت و گفتیم که با طرح خودش یعنی با طور خودش آماده کردن به نهایت لذیذ است به یگان محبت و من فکر میکنم بیننده های عزیز کدبان های عزیز که شما نیز آماده میکنید این خوراک رو با طور خودتون با یک نویگری چون که امروز اپای گلبرگ یک نویگری انداختن پیاز اضافه کردن و برای رشد هنرهای مردمی خاصتا خوراک‌های ملی تاجیکی سهم خود را می‌گذارید. یک بار دیگر تشکر برای شما برای آماده کردن این خوراک. بیننده عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی خونی تاجیکستان از خانه اپای گلبرگ با آخر میرسد. تا دیداری نوبتی همیشه سلامت باشید و خوراک‌های لذیذ تاجیکی رو استعمال نمایید. سلامت باشید. خیر دوستان.